بچه اگه میخوای تو زندگی پیشرفت کنی نباید هر سال پا بذاری روی اون قدمی که پارسال گذاشتی. مثلا بالفرض ما خودمون خیار کاشتیم، خب آخر بعدش مشخصه چون ما پارسال هم این کارو کردیم و میدونیم که مثلا چی داره تش چیه و آخر سال چقدر نصیبت میشه. گرفتین شد برای پس اگه میخوای پیشرفت کنی هر سال یک بیزینس جدید رو باید راه بندازی. اگه میبینی بیزینس به درد نمیخوره هر سال نباید پا بذاری روی قدمی که پارسال گذاشتی. مثلا ما امسال خیار کاشتیم، کاهو کاشتیم، سبزی کاشتیم، خب آخر رقابتش مشخصه آخر سال 100 میلیون هم نصیبت نشد. خب انتظار داری امسال هم همون کار رو انجام بدی و اتفاق بیفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته و کاملا مشخصه که آخر سال چی نصیبت میشه. از برای هر کاری که میکنن اگه میخواین تو زندگی پیشرفت کنین باید همه چی رو بدونین، همه بیزینس ها رو بدونین. گرفتین چه